بسم الله الرحمن الرحیم. از علمای گذشته همه اهل تقلید بودن، یا در مذهب حنفی هستن، یا در مذهب شافعی هستن، یا در مذهب حنبلی هستن، یا در مذهب مالکی هستن. هیچ کدام اونها به مذهب نبودن. اما در عصر پیش اینها پیدا شدن، خودشون نامشان اهل سلف گذاشتن، حالا که دید من اهل سلف اهل تقلید بود، به مذهب نبودن. صحابه ها اهل تقلید بودن، تابعین اهل تقلید بودن. در زمان تابعین و تبع تابعین مذهب ها تأسیس شد. مثلا امام اعظم و مکتبی مذهب امام عبدالله بن مسعود به حیث مکتب در آورد. امام شافعی مذهب عبدالله بن عباس و از خلفای راشدین حضرت عمر در صورت مکتب در آورد. امام مالک باشد مذهب مثلا من اهل مدینه را در صورت یک مکتب در آورد. و این چهار مذهب به صورت یک مکتب جامع و شامل که تمام مسائل شرعی را از وضو سر کرده تا آخر عبادات و معاملات فرا میگیرد، اینها تنظیم و ترتیب دادن. و تمام علمای تاریخ اسلام تا امروز این چهار مذهب حق میدانند و اعتراف میکنند. هیچ که اینا رو باطل نمیفتند، حتی سلفیان باطل نمیگویند. خوب اکنون وقتی که این چهار مذهب اساس شرعی که داشته باشد، بر عوام الناس حکم تقلید چیست؟ اینشان دونید. جمهور علما میگن، جمهور وقتی که جمهور میگیم ما اکثریت خصوصا مذهب ما میگن بر عوام الناس تقلید کردن به مذهب خود واجب است. عوام الناس کی؟ عوام الناس همون شخصی که به درجه اجتهاد نرسیده است. حالا نه من مجتهد هستم، نه اکام مجتهد هستند. حالا در تاجیکستان ما اصلا مجتهد وجود ندارد. عالم اسلامی که به درجه اجتهاد رسیده باشد، این 70 سال رشته اجتهاد در کشور ما کمونیست ها از بین بردن. پیشتر از این هم در بخارا قریب که مجتهد وجود نداشت، خیلی زیرا تعلیم برنامه‌های تعلیمی در بخارا ضعیف شدگی بود. بنابراین بر ما که عوام الناس هستیم تقلیدی به مذهب ما واجب است، زیرا این مذهب ما ببینید از مسائل وضو سرکرده مختصر گرید، شرب خواهر گرید، تمام مسائل زندگی رو در بر گرفته. کدام از این علمای سلفی چنین یک کتابی، چنین یک مکتب فقهی که از وضو سر کرده تا مسائل مثلا فرایض در بر گرفته باشد کتاب تالیف کرده است. نه البانی تالیف کرده است، نه شاگردای البانی تالیف کرده است. پس بر عوام الناس حکم همین است، تقلید بر مذهب خودش واجب است، فقط بر مجتهدین واجب نیست. کسی که به درجه اجتهاد رسیده است مثل قرضاوی، مثلا مجتهدایی که در معاصره که امروز داریم، اونها به بر یک مذهب تقلید کردن واجب نیست. اونها در انتخاب مذهب یا که احکام مذهب اختیار دارند. اما عوام الناس تا فقها اجازه نمیدن که اینها مثل که از اینا میگن که ما از این چهار مذهب هر کدامش تقلید میگیریم، گلچین بکنن. از مذهب شافعی هم مسئله رو بگیرن، از حنبلی هم مسئله رو بگیرن، از حنفی هم مسئله رو بگیرن. این دیگه تقلید نیست، این تقلید مذهب نیست، این تقلید هوا و هوس هست. دیگه این آدم پیروی از مذهب کدام مجتهد ندارد، پیروی از هوا و هوسش دارد. کدام حکمی که با هوا و هوسش موافق است همون مثلا چی انتخاب میکنند. خوب یک اشتباهی که سلفی های امروز دارن، من به طور عموم البته نگم، فقط شما رو در نظر ندارم، همین است که اینها امروز میشود گفت البانی نه سلفی. زیرا که سلف ببینید چهار مذهب مؤسس شد از جمله اهل سلف هستند. امام اعظم و تابعی از جمله اهل سلف هستند. شافعی و امام احمد حنبل و مالک، امام مالک، اینا از طبقه تبع تابعین هستند. پس مؤسس های مذهب این چهار مذهب ببینید اهل سلف هستند. پس ما اصلی اگر سلفی گویم سلفی حقیقی ما هستیم، مقلده های مذهب سلفی حقیقی، چون صاحبان مذهب ما از جمله اهل سلف هستند. ولی اینها چنانه که اکام هم گفتم بر دروغ خودشون اهل سلف میگن. اینو سلف اینا بشد خلفی یا اینکه البانی. زیرا من نگاه میکنم در بسیاری مسائل اینها سخنهای البانی رو مقدم میدانن بر سخن هر نفره که غیر البانی است.
حتی او بخاری است، حتی او ابن حجر است، حتی او امام شافعی، امام احمد حنبل که امام محدثین است، حتی بر وهابی ها، بر عبدالوهاب نجدی که پدر سلفی هاست مقدم میکنه. من چند مسائل ذکر میکنم در مسئله نماز تراویح. ببینید 4 مذهب نماز تراویح از 20 رکعت کم نمیدونن. مذهب ما 20 رکعت میگوید، مذهب امام احمد هم 20 رکعت میگوید، مذهب شافعی هم 20 رکعت میگه، مذهب امام مالک 36 و خالی 39 رکعت تراویح میکنن. حتی وهابیایی که امروز در سعودیه حکومت دارن و از طریق من انتیناهای ماهواره شما تماشا میکنید نماز تراویح در بیت الله و در مسجد نبوی، حتی همین ها هم تراویح 20 رکعت میدونن. بجز سلفی ها 8 رکعت میدونن. مخالفت با جمهور داره، یعنی با 95% علمای تاریخ اسلام و عالم اسلام مخالفت داره. نخواه اکنون 95% علمای اسلام و عالم اسلام در ضلالت و گمراهی باشد، 5 فایز راه درست و ثواب بیافته باشد. شما خودتان منصفانه قضاوت میکنید. در این مسئله تراویح شما میگم پیغمبر خدا گفته است امتی من هیچگاه بر ضلالت اجماع نمیکنه. حدیث صحیح هست. بنابراین گفتن علیکم بالجماعت، جماعت نبرید. کسی که مخالفت با جمهور کرد، جماعت کرد و گمراه میشه. خب اکنون دلیل اینها چیست؟ دلیل اینها حدیث حضرت عایشه که بخاری روایت میکنه که وقتی پرسیدن نماز شب پیغمبر خدا در رمضان چگونه بود و حضرت عایشه می سوال دادن. حضرت عایشه گفتن نماز شب پیغمبر خدا در رمضان و غیر رمضان از 11 رکعت بیش نبود. ثانی بعد گفتن 4 رکعت میخوندن اون قدر طولانه که از حسن و زیبایی اون 4 رکعت نبود. با 4 رکعت میخوندن همین خیلی از حسنش، بعد از اون 3 رکعت میخوندن. خوب این حدیث جمهور محدث ها بر نماز تهجد پیغمبر خدا میبرند. صرف حدیث خود متن حدیث هم دلالت میکنه که منظور از این سخن عایشه مادرمان نماز تهجد حضرت، زیرا در غیر رمضان گفتن در رمضان و غیر رمضان. میدونم که در غیر رمضان تراویح نیست، در غیر رمضان پیغمبر خدا تهجد میخوندن. پس همون نماز تهجد پیغمبر خداست. اما اون 3 شبه که پیغمبر خدا برآمدن نماز خوانن و در یگان روایت صراحتا و صحیح وارد نشده است که 8 رکعت پیغمبر خدا دارن. اون حدیث ها با در بخاری مسلم است، اما عدد رکعات نماز خواندگی رسول اکرم در اونها شمردگیش نیست. فقط اینا 8 از این حدیث عایشه مادرمان گرفته هستند که این حدیث عایشه مادرمان خود ابن حجر که شارح صحیح بخاری است حملش میکنه بر نماز تهجد پیغمبر خدا. ابن عبو کیفیت دیگه اونو در حرمین شریفین بخونن. این روایت ابن حجر در مقدمه فتح الباری آورده است از امام بخاری که همین حدیث همون کسی روایت کرده است. ببینید اینها نه امام بخاری رو قبول میکنن، نه ابن حجر رو قبول میکنن، نه حتی عبدالوهاب نجدی رو قبول میکنن، نه عثیمین هم. ببینید حتی من چند مسئله نگاه کردم عثیمین با مسئله مالیدن دستها برو بعد از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه که ابو داود روایت میکند و نووی این حدیث تحسین کرده است، حسن خوانده است، این صحیح خوانده است. میگوید عبدالله ابن عمر وصیت میکند با فرزندش که وقتی من وفات کردم از بالای سرم آغاز سوره بقره قرائت کنید، از پایین پام آخر سوره بقره قرائت کنید. فقط البانی حدیث ضعیف گفته است. اینا قول نووی رو میگذارن، قلب البانی رو قبول میکنن. نووی کجا، البانی کجا؟ نووی امام حدیث است. البانی یک شخصیت است که به حیث امام حدیث، به حیث محدثی مثلا مقبول در عالم اسلام در ما اصل خودش شناخته نشده است. من تاریخ البانی رو به شما گویم. البانی زاده البانی است. البانی که امروز عضو دستی مثلا اروپایی ها با هست در همونجا به دنیا آمد. پدرش حنیفی مذهب بود، در ترکیه عثمانی تحصیل علم کرده بود، فقیه بود، داملا بود به قول گویم.
وقتی که آلبانی دست کمونیستا با افتاد بلشویک‌ها هجرت کرد به سوریه گذشت، مثل که مردم ما وقتی بلشویک‌ها آمدن افغانستان هجرت کردن. این در مقالات آلبانی بعد وفاتش یک کتاب را دیگه مقالات آلبانی خود شاگرداش ترجمه حالش نوشته هستند. سوریه آمد میگه 9 ساله بود، یک کلمه عربی نمیدانست. در سوریه خیلی به وای رسید، کمان شد زبان عربی را آموخت. خب خیلی خداوند ذهن خیلی ذکی داده بود است. این ذهن استعداد خداوند بر هر کس می‌دهد. این اختصاصی به مؤمن‌ها نداره، به کافران خدا داده این نوع ذکاوت و ذهن. یگان دانشگاه و دانشکده رشته حدیث تحصیل کردنش نیست. یگان دانشگاه و دانشکده. حالا که ببینید در علم حدیث اگر کسی که مصطلح الحدیث خواند، طریق و تحمل الحدیث گفته یک درس مخصوص است. برای حامل حدیث شدن و محدث شدن شرط همین است که باید شما یک شیخ داشته باشید، یک پیر استاد یا چند شیخ داشته باشید که از اون شیخ ها شما اجازت روایت حدیث خواه کتبی خواه قولی گرفته باشید و حق روایت کردن و و حق مثلا تضعیف و تصحیح کردن حدیث داره. ولی این آدم همین سلسله یا شرعی حدیث از این البانی کم شدگی است. بنابراین این البانی رو بسیار محدوده امروز همچون محدث شرعی قبولش ندارن. دو علم در اسلام همین داره، سلسله به سلسله آمدگی است. یکی قرائت قرآن از عصر پیغمبر، دویم روایت حدیث. البته در جای ما کنده شد ولی در کشورهای عرب هست. یعنی قرائت قرآن پیغمبر خدا چه خیلی با چه طریق با چه کیفیت قرائت کرده، صحابی بر تابعی، تابعی بر تبع تابعی تا امروز آموزش داده است. همون قرائت شفاهی. روایت حدیث هم همچنین. چه خیلی که صحابی بر تابعی گفت، تابعی بر تبع تابعی گفت، او تبع تابعی مثلا بر بخاری گفت، بخاری بر شاگردش گفت. همین قسم روایت حدیث هم تا امروز شفاهی آمدگی است و هر محدث از یک شیخ خودش مثلا چی برای روایت حدیث ها اجازت دارد. اما البانی این سلسله، این زنجیر گویا که کندگی است بین البانی و بین محدث های گذشته، این رشته وجود ندارد. این یک. دوم، برای خاطر تصحیح و تضعیف حدیث یا حدیث صحیح گفتن و ضعیف گفتن دارد. جلال الدین سیوطی در یک منظومه داره در علم مصطلح شرط میکند حافظ بودن محدث است. همون محدث حق دارد یه حدیث صحیح بگوید یا ضعیف بگوید که به درجه حافظی به عنوان حافظی رسیده. حافظ چه خیلی محدث میگه، محدث میگه که 80% 90% مجموع حدیث پیغمبر خدا را که در کتاب آمده است، نه فقط صحیح سته، نه تنها بخاری و مسلم، بلکه در چقدر کتاب‌های حدیث که از پیغمبر خدا چند شاید 1 میلیون حدیث هم دیگه صحیح و ضعیف از همش آگاهی دارد. اکثریت احادیث پیغمبر خدا معلومات دارد. به قول 600,000 حدیث با متن و با سندش با راوی‌هاش میشناسند، ایاد میداند، از حفظش ایاد میداند. این میگن حافظ، مثل من ابن حجر حافظ است، نووی حتی امامی با حدیث از امام نووی. اینا به این یا جلال الدین سیوطی یا دیگرایی که گذشته بودن، اینا به این. اما البانی خود من چیزاش در کتاب می‌نویسن، همگی بعضیا 10 حدیث گفتن از یاد نمیدونست، از با متن و با سندش. میگفتش خودش اقرار میکرد که من حافظی بالکتبم نه حافظی بالصدر. یعنی من حدیث ها رو در صدرم در سینم حفظ کرده نیستم، در کتاب حفظ کرده. از این خاطر اونقدر خطاها، اونقدر اشتباههای از این آدم صادر شده است در رشته حدیث که یگان محدث گذشته مانند بخاری اشتباه و خطای زیاد ندارد، مانند البانی اشتباه و خطاهای زیاد ندارد. ببینید حال البانی نه 10 سال شده مردنش، آخری قرن 20 مرد، سال 99 بود و الله اعلم 2000 دنیا را. حالا 10 سال نگذشته است یک محدث مصری شافعی مذهب با اسم سید علی سقاف، حسن ابن علی سقاف اسمش است، یک کتاب دارد با اسم تناقضات البانی. من در کتاب 3 مجلد در خانه دارم، حالا دیسکاور اینترنت پیدا شده است، شما آدم باید رسید ملا آدم میره میخونم.
همین آدم در مقدمه کتابش میگه که من 7000 تناقضات و خطا و اشتباه های البانی رو جمع آوری کرده است. همش از کتاباش با ادرساش با سراغاش، برای فلان کتابش فلان صحیفه فلان حدیث دیگه گفتگی. اونقدر حدیث سخنهاش تناقض یعنی ضدگویی زیاد بودست که یه حدیث در یه جا اگر صحیح گفته باشد در جای دیگر ضعیفش گفته است، در جای دیگر مثلا باچه حسنش گفته است. یا راوی رو در یه جا سیخه گفته باشد معتمد، در یه دیگر ضعیف روایش گفته است. خودش با اقرار خود البانی قریب 250 تا تناقضاتش خودش اقرار کرده است البانی 250 تا، ولی این آدم 7000 تا یافته است. بنابراین این کتاب های زیادی علیه من عالمایی که علیه این کتاب نویسندگان نامبر کنم، رمضان بوته، کوثری، غماری، حرری، اونقدر محدث های علیه این کتاب نویسندگی هستند که این آدم دیگر قابل اعتماد نیست به حیث امام مذهب یا یه شخصیت معصومه که از خطا و اشتباه این معصوم باشد شما از اون پیروی میکنید. جوانان عزیز، و علاوه بر این البانی با اقرار خودش فقیه هم نبوده است. خودش در همون مقالات ترجمه حالش می‌دادن وقتی که از میراث سوالش می‌کردن، مسائل میراث فرایض ولی مقالات چگری خونیتون از مسائل فرایض میراث سوالش می‌کردن، میگفت لا ادری، من در این مسئله مولا نیستم، هیچ سوال ندارم. مگر شخصی که مسئله میراث نداند او میتواند به حیث پیشوای مذهبی من دنبال او رو. حالا که امام اعظم تمام مسائل شرعی را از وضو سر کرده تا میراث همش مثلا بیان کرده است. بنابراین جوان عزیز، فریفته البانی نشوید، او هم خدا بیامرزد، خدا رحمتش کند. یک نفر عالم بود در تاریخ اسلام گذشت من نظیر دیگر عالم ها، ولی این آدم هیچگاه قابل مقایسه، قابل مثلا مقابله با ابن حجر و نووی و جلال الدین سیوطی اینها نیست. اگرچه خدا رحمتش کنه اونقدر گستاخی، اونقدر بی آدابی نسبت ائمه های حدیث کرده است. مثلا از زخم قلم این آدم نه ابن حجر رها یافتگی است، نه نووی رها یافتگی است، نه جلال الدین سیوطی رها یافتگی است. بنابراین این روز روس‌ها یک مقال دارن که وقتی که یک شخص با تپانچه پرانده گذشته با تپانچه زده آینده ها تو با پشکه میزنن. برای این روز اونقدر کوفته شدن که کتاب های زیاد با اسم زلالات البانی، کفریات البانی، حتی تا درجه تکفیر بردگی رساندگیش بیچاره مبتدع و کافرش خواندگی است. البته ما تکفیرش قبول ندارم در حقی وای، لیکن خلاصه گفتنی هستم به جوانهایی که فریفته تالیفات البانی هستند، فریفته مثلا نوشته های البانی هسته، بشناسید که این آدم چی میگه. این قابل به حیث امام مذهب انتخاب شدن نداره. بنابراین بر شما که همتون سواد نیمکاره داره لازم است که به مذهب خودتون عمل کنید. تقلید به مذهب بر شما واجب است. زیرا اگر از شما خدا اومد یک مسائل طلاقی والله الان در قشلاقتون پیدا شود یا یک مسائل مثلا فروعی در قشلاقتون روی به همین مراجعه کنه والله جواب شفته نمیتونه، مرده برای جواب کتابای حنیفی رو میکوبن برای که اینا یا مذهبی جامع و شامله که تمام مسائل شرعی رو در بر گیره ندارن. سلفی ها یا از مذهب ما بگیرن یا از مذهب شافعی بگیرن یا میدوزدن گویا بر میدوزدن، چون خودشان ندارن اون خیلی چیز خیلی سرور و چی لازم فقط در یک مسئله رفع یدین این قدر مثلا یک روی سرسختی کردن. واقعا این یک روی کردن و سرسختی هم اینم یک عادت ابن البانی خودش بوده، خدا رحمتش کنه. در هم مقالاتش حکایه میکنن یک رویش هم یک رویش نه که اونجا شاگردش تعریفش کرده مگه در راه بین مکه و مدینه میرفته ماشین ما چپش میدن اوارش میدن ثانی مگه خیر هیچ کدام چیز ندیم در داخل کبین میگه شیخمون میگه محققمون برا میدیم کداممون میگه یا ستار گفته خدا رو میگه با همین عنوان فریاد میکرد. از داخل میگه ماشین چهار چرخ جانب بالا و پایان خواب است گفته است که ستار نگو یا ستیر گو
گفت پروردگار والا اسم ستیر او روایت حدیث نزد اون کس همین ستیرش گفت صحیح بودن ستارش قابل قبول نبوده ضعیف بود اما پایان بوده یا ستیر یا ستیر خطا شده بود شرکیات نشده هم کفریات نشده آخی خدا رحمتش کنه خیلی اقرام بودگی اینا هم خیلی اقرام هست یا در مسئله دستگذاری در مسئله دستگذاری تمامی محدثان میگن که یگان حدیث صحیح در محل گذاشتن دستها از پیغمبر خدا روایت شده است. یگان حدیث صحیح که پیغمبر خدا زیر ناف میگذاشت، بالای ناف میگذاشت، بر سینه میگذاشت یا رهاش میکرد، یگان حدیث صحیح آمدگیش نیست. اما سلفی های روایت از ابن خزیمه است، همین البانی صحیحش گفته است. حالا که محدث ها میگن همین روایتی که البانی صحیحش میگن در داخلش میگن معمل ابن اسماعیل ممکن یا راوی است، همون راوی خود البانی در یک تالیفاتش منکر الحدیثش میگن. امام بخاری منکر الحدیثش میگه وقتی که راوی را محدث ها جرح کردن و منکر الحدیث است دیگه آدم روایت ضعیف میشه. خودش میگه در کتابش یا کتاب دیگه منکر الحدیثش گفته است، باز در اینجا از روایت جبران شده است از طریق دیگر، لیکن اون طریق دیگر رو که با کدام طریق جبران شده صحیح شده است همین صحیح گرفته بنابراین پیرواش در همه جا دست بر سینه گذاشتن حتی امر واجب میدونن. حالا که در این یگان حدیث صحیح نیست، بنابراین با کدام کیفیت گزارد انشاءالله شما از سنت بیرون نمیشید. زیر پیغمبر خدا زیر ناف هم میگذاشتن زیر پای اگر چه واردات صحیح نامد ولی از پیغمبر از صحابه پیغمبر همین خیلی آمدگی است. یا اینکه در مسئله جهر آمین ببینید بلند گفتن آمین من قول محدثای خمینی نمیدونم، قول بخاری رو میدونم. ترمذی از بخاری پرسید گفت در مسئله بلند گفتن و پس گفتن آمین حدیث سفیان اصح هم حدیث شعبه، حدیث سفیانش اما حدیث بلند گفتن، حدیث سلفی ها، حدیث شعبهش حدیث ما پس گفتن. سوال کردن از بخاری، ترمذی که شاگرد بخاری است، گفت از این دو حدیث کدام صحیح است؟ حدیث سفیان اصح ام حدیث شعبه. امام بخاری در جواب گفتن حدیث سفیان اصح من حدیث شعبه، یعنی حدیث سفیان صحیح تر از حدیث شعبه است. نمی گپ اگر اینها حالا یا شیخ محمدی گمراه ما در دوشنبه داریم همین روایت نقل کرده از این یک معنای نادرست برآورد که من بخاری گفته شده است که حدیث شعبه ضعیف است، حدیث